سوال چهارم. یک برادر یک دو روز پیش یک جا رفتند. ما در این مسکو هستیم. یک جا گفتند که مسجد است. بعد رفتن اونجا یک 40 نفر نماز تراویح خواندند. بعد او برادر مرا گفت همون خیلی شد گفته. بعد نصف شب تقریبا 20 نفر ماندند. بعد گفت که نشید رو در کلانکا بلند ماندند و رقص کردند. مثال ذکر فکر میکنم یک فرقه است هست. من شنیده بودم از شما و از دیگر علما. من گفتم فکر میکنم همین فرقه است. نروی بهتر از مثال مسجدهای اهل سنت در این مسکن هستند در چند جا. در همین باره کمتر نصیحت میکنین برادر. بله برادر، در دین ما نه رقص کردن با عبادت لا اله الا الله لا اله الا الله هو رقص کردن، این رقص صوفی ها هست. همین شیخ سعدی هم در کتاب گلستانش میگوید که استاد اجلم ابوالفرج ابن الجوزی مرا از سماع و از رقص من کرد. یعنی همون سماع گفته گوش انداختن به یک سرودی که همون صوفی ها میخوانند و اینچنین رقصش از این من کرده بود. یعنی این کارهایی که پیامبر یگان با رقص کردن، نعوذ بالله، لا اله الا الله گفته دایره زده، این کارها گویا همه عبادت جای این عبادت است. این خیلی به این خیلی مسجد ها نروید. بله این عقل که دیگریدم این راهی درست نه. مردکی که با رقص کرده است دیگه اون در اون چی مونده است.